یه چیزایی واقعا وجود داره که وقتی وجود نداره خیلی آدم فکر میکنه وقتی وجود بداره، یعنی وقتی بیاد وای چقدر خوب میشه و گلستون میشه، و وقتی میاد میبینی که آقا یه خوبی داره 100 تا بعدی یکیش همین وی ای آره که واقعا ما روی خوش به این وی ای آر نشون اون یعنی در واقع تا حالا هیچ حال مثبتی برای ما ایجاد نکرده. کلا مثبت منفیاشو بریزی اصلا نبود بهتر بود. بازی‌ها شده 200 دقیقه. اون چه بازی بود اون شب دقیقه 150 چه اتفاقی افتاد. این دوباره بازی پرسپولیس همینطور، بازی استقلال همینطور. هر چی میشه بدون پشت. بعد اون فیلمو بابا داداش 2 نفر 2 تا بچه هم ببرید از اینه که کامپیوتر اینا خوبن. خب این جلو عقب زدن مگه چقدر طول میکشه؟ 3 سال طول کشید ما اینقدر وقت نذاریم. ما گفتیم فوتبال 90 دقیقه یه رو من وسطش سر تا 2 ساعت، هر فوتبال شده 4 ساعت. نمیخوام من دیگه. چی شد آقا؟ بابا صبر کن دیگه. تو یه لحظه همینجوری بازیکن‌ها رو کنترل کن، داریم میزنیم عقب. عرقمون خوش شد بابا خوش نه بدوین، نرم بدوین، نرم بدوین. الان درستش میکن. منوش برگرد. صبر کن. همه معترضن، همه بگو وایسادیم. اجازه بده بابا، عجله میکن. بزن از اول بیا. بزن از این چرا میره از اول؟ ویلسی نداری؟ داریم میکنی بگو دیگه. بابا یه لحظه لال بمیر. تو انقدر پریدی تو حرف ما. من در 3 ماه منتظر این تلویزیونم تازه اومده. بابا یخ کردیم. بابا این سیستم به اینترنت وصل نمیشه. منو چیکار داری میکنی؟ داداش بودو با مادر خانم بابا منتظرم. اونی که فیلمو میده عقب هست، اونی که فیلمو میده جلو خب 3 هفته زنش زایمان داره. اون به من چه 3 قلو شد؟ صبر کن داریم میدیم عقب. جی ایت شد ما داریم میریم. خب سفریم. خاین پلینر نداری؟ اجازه بابا خف. الان درستش. تو چیز کن. تو بگو خطا اولیه رو گرفتن. تماشاگر اصلا یه سریال رفتن بازی کنن اصلا بابا نیستن. تحملا کمه. داداش چیکار کردی دیگه؟ بابا به خدا به ابوالفضل من 1 دقیقه است نشستم. من فقط تو این 4 سال اخیر یه بار رفتم لیزیک کردم و اومدم. همش دارم همین صحنه رو میدم. چی شد خب بگو دیگه. منوش خب مرحوم شده، مرد. منوش مرد. آره هیچیش هم نبود، فیر بود دیگه. برگرد آقا، نذاری کسی از ورزشگاه بره بیرون. بذار بازی با هیجان پیش بره. تماشاچی‌ها دارن میرن دیگه. خب صحنه سخته، خدا بیامرز. بزن از اون دوربین ببینی. با چند سال الان داره اینو میبینی؟ من 8 سالشو خودم خاطره دارم، ولی فکر میکنم اینجا هر 1 دقیقه مثل اینترستندر رو دیدی؟ عشق شادی شم و نگاه کن خانواده من سورپرایز تولدمه. بابا من بگو دیگه. من 7 ساله یه بچه دارم، 4 سالش ندیدمش. بگو دیگه. بابا این 12 سال اخیر بخاری نیست، زمستوناش سرده، باز حالا تا این گیر میکنه این ویدیو. بابا همه مردن، یه سری جنازه تو زمینه، ما اینا رو همینجا دفن کنیم یا نه؟ خطا اولیه رو بگو درسته بهشون، دومیه رو من نمیتونم مدیون بشم. بگو همه مردن که آخه. شما نوه منوچهری خیلی مرد خوبی بود دایی جان، اجازه بده. بگو دیگه. من خب برق نیست، برقا تموم شده، 10 سال برق نیست. با نفت یه کاریش. سوخت‌های فسیلی به پایان رسیده، دیگه نفت نداریم. کره زمین الان یه گوی آتشینه، ما داریم میریم توی قمر. ای بمیری، من دیگه دارم. مرحوم شدم. بفرمایید. قبض شما. قبض چی؟ قبض روح. تو روحی این قبض. من دیگه اون که از همون اول معلوم بود خطا نیست. همینو میگفتی دیگه. خطا نیست.